سلام دوستان، به چنل انیمه هاست خوش اومدین. فریبرزم اومدیم با همراه علی، یکی از بچه های تیم انیمه هاست. اومدیم که براتون اتک و پایانشو و این حاشیه‌ای که داشت رو بررسی بکنیم و به نتیجه گیری برسیم که پایان اتک بد بوده یا نبوده. علی یه سلام به بچه ها بکن و بریم سریع سراغ اصل مطلب. سلام بچه‌ها، چطورین؟ علی از تیم انیمه هاست. با فریبرز هستیم، میخوایم تحلیل اتک رو بریم دیگه. حالا قبل اینکه بریم سراغ تحلیل، لایک و سابسکرایب چنل یاد باشید که به حمایتتون خیلی نیاز داریم. برو بریم. برگشتیم با بررسی پایان اتک. خب علی، میخوای اون هسته اصلی داستان اتک رو سریع یه توضیح بده که بعد بریم سراغ این تیکه اندینگش که چرا پایان اتک بد بودش. بذار بخش سخت ویدیو رو همین اول شروع کنم خودم. آره برو. آقا اتک چیه؟ ما تایملاین اتک رو کاملا بخش داریم میبینیم، خیلی قاطیه. بذاریم براتون صاف و راحت بگمش. ما اول 2000 سال پیش رو داریم، خانم یمیر داریم که یه دختر کوچیکی هستش. در اتاق کوکا رو باز میکنن، طبیعی کوکا رو بنده خدا رو فرار میکنن، ولی شافریتز عصبانی میشه، زبونش رو میبره، پدر مادرش رو میکشه، خونش رو آتیش میزنه. یمیر میخواد بکشه، وقتی میخواد بکشش فرار میکنه میفته توی یه درختی که زیرش دریاچه‌ایه. توی اون دریاچه با یه موجودی برخورد میکنه و اون موجود به بدن این وصل میشه. به بدن یمیر که وصل میشه، اولین تایتان تاریخ به وجود میاد. یه تایتان کاملا عظیم و جثه که تمام قدرت‌های 9 تایتان رو یک جا داره. حالا 9 تایتان رو دیگه داریم دیگه، تایتان قولاسا و نمیدونم زره پوش و آرمور تایتان و جا و اینا. آره. اتک تایتان که آینده رو میتونه ببینه. تمام قدرت‌ها رو فیمیل تایتان نه همه رو در یک قالب کامل داره. بسیار دیگه قدرتمند. فاوندینگ تایتان هم که هست. شاپریز میبینه که خب یه سلاح خیلی خوبی به دستش رسیده. خب چیکار میکنه؟ ازش استفاده میکنه. میاد بهش میگه بیاید با هم ازدواج کنیم. یمیر عاشقش میشه، ازش بچه دار میشه. کشورهایی رو با هم برای کشورگشاییشون انجام میدن. یک روزی یه نفری میاد، از خود سربازه فکر میکنم الیا هم بوده، با یه نیزه میخواد ترور کنه شاپریزو. یمیر از عشق، به خاطر عشقی که داشته، میاد خودش رو فدا میکنه و وقتی فدا میکنه میترسه فریکس. میگه من تنها صدام از دست دادم و چیکار کنم؟ باید برم بچه‌هامو مجبور کنم که جسد یمیر رو بخورن که اون تایتانا رو به ارث ببرن و اینجوری میشه که اون قدرت تایتان تقسیم میشه توی چند نفر. حالا با بچه‌های اونا با دوره به اصلا تکثیر میشه تا به 9 میرسه. یه روی 9 ولی کات میشه، ولی بیشتر از 9 تقسیم رو نداریم توی تایتان. این از یک بخش ماجرا که خیلی مهم بوده تو تایملاینمون. بخش دوم اون لحظه‌ایه که ارن هیستوریا رو لمس میکنه که این دیکش رو دیگه میسپارم فریبرز براتون توضیح بده. آره دیگه، این تیکه در واقع برمیگره به فصل سوم، فکر میکنم قسمت آخر بود اگه اشتباه نکنم، که هیستوریا میاد در واقع اون حالت تاجگذاری خودش رو انجام بده که همه میان باش سوگند بخورن و اونجا که اون برخورد اتفاق میفته، چون که در واقع هیستوریا جزء اون خاندان سلطنتیه، اونجا انگار مادر تایتن، حالا چی بهش میگفتن اون تایتن اصلی رو؟ تایتان مادر. آره فاوندینگ تایتان، من چرا مادر تایتان نمیدونم. بالاخره اون تایتانی که مادر بوده برای همه دیگه، اصل کاریه. خلاص این تاچ میکنه اونو و اون در واقع ارتباطه برقرار میشه و ارن در واقع اون خاطراتی که در واقع مال آینده بوده بهش منتقل میشه، ولی تا یه حدی بیشتر بهش منتقل نمیشه که حالا بعداً جلوتر میبینیم که میخواسته خب اینا رو تغییر بده، نتونسته، یا همه اون اتفاق که باید اتفاق افتاده و اینجور چیزا که حالا جلوتر درباره اون بحث میکنیم. و اینجا قبلا هم به این قضیه اشاره شده بود، اون قسمتی که اول در واقع حالا اون کسی که در واقع اون تایتان اتک تایتان رو میخواسته به پدر ارن بده، هم اونجا یه اشاراتی داشته به این قضیه، یعنی پیریزی این قضیه تقریبا شده بود، ولی اونجا دیگه اصل کارشه که همه این خاطرات در واقع یادش میادش، چون که یه جوری انگار خودش باعث شده بود که اون خاطرها رو
از خودش مخفی نگه داره تا موقعش برسه که موقعش هم اون موقع بود که در واقع اون چیز رو لمس میکنه. چون آخه یه بار دیگه هم اون اتفاق میفته. آره مامان زیکو لمس میکنه که اونجا، ولی اون خاطرات بهش منتقل نمیشه چون خودش نمیخواسته، یعنی در واقع تایمش اونجا بوده که همه اون اینجا اتفاقات اینجا نکته‌ای که نکتهشو بگو. آره اونجا هر چی ایران خودش گاز میگرفت که تبدیل بشه، خودش نمیذاشته بود که تبدیل بشه چون تایتان مادره میخواست. و اصلا چون باز تایتان مادر میتونه تایتان‌های خام رو کنترل کنه، یه کاری کرده بود که اینجوری دستش رو بیاره جلو تایتان مادر زیک که خود ایران از عمد به اصطلاح راحت لمس کنه این دست تایتان رو و یعنی خب همش کاری کنه حمله کنه دیگه بهش. اون که 100% میتونست بگیرش، ولی اینطوری انگار دستش رو اینجوری آورد که مشت بزنه بهش. آره ولی خب اینا همه پیریزی شده بود برای این قسمت از اتک و بعد از اونم که دیگه دیدید که ایرن یهو تغییر میکنه و اتفاقاتی که توی حالا مالی رخ میده و دوباره همون اتفاقایی که توی پارادیس بود دوباره تکرار میشه و جنگ و فلان و اینا. و اینجا میرسیم به قسمتی که داستان به نظر من نقطه ضعف داستانه که قسمت رامبلینگه. به نظر من اصلا خود رامبلینگ یه باگه به نظر من توی داستان و وقتی که ایرن رامبلینگ رو انجام میده اصلا نباید، حالا نمیدونم یعنی یه جوری شده بود داستان که واقعا رامبلینگ هم باید اتفاق میافتاد، ولی چجوری بگم انگار ضعف داستان بودش که اون اتفاق افتاده. چون اولا که ایرن نتونست دقیقاً بگه که چرا رامبلینگ رو انجام دادش، یعنی خودش هم وقتی ازش میپرسه آرمین تو همین قسمت آخر اگه نگاه کنید میگه که من نمیدونم، فقط میخواستم انگار اتفاق بیفته. و یه نکته دیگه هم که داره این که ما نمیفهمیم بازم درست حسابی که چرا میکاسا کسی بوده که یومی رو آزاد میکنه. آیا این عشق یه طرفه میخواسته نشون بده؟ چون آخه اون قطعا کینگ فریتز که عاشق اون یومیر نبوده. یومیر عاشق اون بوده. نشون میده که زنباز بوده اصلا و هم رابطه داشته. اینم آره دقیقاً دیگه بالاخره پادشاه بوده با زنه زیادی خب رابطه داشته دیگه. ولی ببین این بازم یه مشکلیه که الان ما نمیفهمیم دقیقاً رابطه جنسی باز شده که اون یومیر عاشق اون بشه یا حالا نمیدونم، چون عشق هم یه طرفه بوده. ولی از اون میکاسا کسی بوده که یومیر آزاد کرد. دلیلش رو من متوجه نمیشم واقعا چرا، چون درسته که میکاسا عاشق ایرن بوده ولی ایرن هم عاشق میکاسا بوده. یعنی باز هم ربطی نداره یومی رو میکاسا و هم دیگه که میکاسا کسی باشه که بخواد اونو آزاد کنه. و بالاخره تو این همه 2000 سال کسایی بودن از تایتانا که بالاخره عاشق همدیگه بودن اینا و اون عشق بازم نمیتونه دلیل اصلی باشه که یومی رو آزاد کنه. و این به نظر من یه باگیه، یعنی یه حفره پلات هوله که توی داستان هستش که جوابی هم براش نبودش. آره یه نکته دیگه هم وسط کلامت اضافه کنم، این که اصلا تایملاین خب اینجوریه که شما یک تیکه خط مثلا این نخی رو از اولش رو میای کات میکنی، اون کل نخ قطعی میشه دیگه، درسته؟ دیگه نمیاد که همه اون نخ ادامه پیدا کنه ولی اون چیزی که 2000 سال بعد اتفاق افتاده عوض بشه. یمیر شامپلیت رو نجات نداد، اصلا کلا دیگه تایتانی نبود که دیگه بخواد برسه به تولید به دنیا اومدن ایرن بیاد و تا اون جایی که دیگه به جنگ نهایی برسه که تو جنگ نهایی عوض بشه، مثلا تایتان از بین برن. از همون روز اول عوض میشه کلا تایملاین. این باگ خیلی مهمه که فکر کنم خیلی هم دقت نکردم بهش اگه اشتباه نکنم. آره اصلا قسمت آخر کلا پایانی اتک انگار ایسایمان خیلی به پلاتولای زیادی خورده بود به خاطر نوع داستانی که نوشته بود. چون انگار همه رو نوشته بود و از اون بخشایی که نوشته بود کم کم اطلاعات وارد داستان میکرد و یه جایی بود که یعنی جوابی نداشت براشون. حالا بخش رامبلینگ من میگم چرا اصلا باگ داره، اصلا کل اون بخش ایراد داره. اصلا نباید یعنی اون رامبلینگ بیاد ایرن همه مردم دنیا رو بکشه به غیر از حالا اون جزیره که خودش توش بوده که مثلا حالا رفیقای خودش بتونن با آرامش اینا زندگی کنن. از طرفی هم بگو. آره جنگ اصلی بین هم مارنی و الویا بود. اصلا بقیه ملت ها مشکل نداشتن با الویا که یهو اصلا کلا بخواد بقیه رو از بین بره. فقط مارنی بود. این مارنی اگه از بین میرفت اصلا مشکل هست. خیلی جالب بود. آره
خب اصلا میتونست در واقع اون کاری که آرمی یه جا بهش اشاره کرد انجام بده، رامبلینگ رو اجرا کنه ولی به کسی حمله نکنه، بگه من قدرت زیادی دارم میتونم شما رو نابود کنم، اینجوری به توافق میرسیدن. ولی اینکه بخواد همه دنیا رو نابود کنه و رسید به این نقطه‌ای که مردم توی جزیره با مردم بیرون جزیره برابر شده بودن، اینجوری یه حفره پلات هول خیلی بزرگی داشت که چرا این همه آدم باید به خاطر اونا بمیرن. یعنی همچین اتفاقی بیفته از نظر من باید 100% میرفت جلو، چون قدرتشو داشت میتونست نذاره اصلا دوستاش تبدیل بشن به تایتان جلوشو بگیرن، 100% از بین میبرد. فقط الدیان دیگه کل مردم دنیا میشدن الدیایی، اصلا دیگه جنگ دقیقاً این اصلا 100% دیگه اصلا نمی‌خواست آینده ای رو ببینه دیگه. ولی آره و این ریسک بود و همین ریسکش دقیقا تو پایان باعث شد که با بمب اتمی اصلا دادن دیگه الدیو رو در 200 سال 300 سال بعدش همین نکته رو میخوام الان بهت بگم. من مثلا فرض کن توی دنیا اتکم، خب من الان اگه جز مردم پارادیس نباشم و جز اون آدمای دیگه باشم، حالا هر قشری که توی اون بیرون از دیوارن، من آدمای داخل پارادیس آدمای بدی میبینم. خب بکیرم مهم چون که اونا اومدن کل مردم دنیا رو کشتن، یعنی همه نوعش رو. و نظر من آرمین و برتولت که حالا مرده بود، راینر رو نمیدونم کونی و لیواینا آدمای بدی هستن از نظر منی که بیرون دیوارم. و باز هم من انتقام خواهم گرفت حتی با وجود اینکه چیز شدن، یعنی به صلحی بازم نرسیدن. ولی به نظر من اون کارو میکرد حداقل به یه توافقی میرسیدن. و یعنی دو حالا بگو یه روم یا زنگ یا هیچ چیزی رو نمی‌کش، فقط قدرتش رو نشون میداد و بعد این فاندینگ تایتان رو هی به ارث میرسوند به نسل‌های بعد، یا کلا یه 100% رو خالی میکرد، فقط الدیا بمونه از کل دنیا از بشریت. آره حالا این وسط پلن زیک هم بود که گفته بود یه کاری کنیم که دیگه نتونن آدمای داخل حالا کلا کسایی که تایتان رو میتونن به ارث ببرن، اونا نتونن دیگه بچه دار بشن که اونا کلا نسلشون نابود شه و بقیه قشرام که خب با هم مشکلی انگار تقریبا نداشتن، ولی خب بعدا باز مشکل احتمالاً به وجود بیاد، ولی در هر صورت تایتان دیگه از بین میرفتش کلا. اینو من قبول نداشتم. چرا؟ چون جوابش تو حرف خودش گرفت. این دقیقاً خواستم بگم حرفش که هدف زندگی تکثیره. اگه الدیا نتونن تکثیر پیدا کنن، خب همین برن بمیرن دیگه، چه کاریه 40 سال دیگه زنده مونن که بدون بچه بمیرن. آره این نکته قشنگی که داشت همین بودش که دقیقاً اومد گفتش که خب چرا مثلا ما با تکثیر پیدا کنیم، بعد یاد اون توپازیش به اون مثل کساور یا کساوار هم چیزی افتاد که خب بالاخره هر کسی تو زندگیش یه چیزی رو دوست داره انجام بده و زندگی حالا حتما نباید یه هدف خیلی بزرگی تو داشته باشی که مثلا یه قهرمانی باشی یا یه چیزی باشی، یه چیزای پیش پا افتادم تو رو مثلا شاد میکنه و زندگی برای لذت بخشه. انگار میخواست بگه که خب هدف من یعنی اون دوست داشتن به زندگی اینه که ما دوست داریم که تکثیر بشیم، در واقع اون بازی کردن از شاد بودن است، اون میدونی چی میگم، خودش به جواب خودش رسیدش، یعنی به اون کاری که میخواست انجام بده. و حالا بیا برگردیم علی پیش رامبلینگ دوباره. رامبلینگ کلا اتفاق افتاد که به نظرم ضعیف‌ترین بخش داستان کل اتک بودش که خیلی بد بود. رامبلینگ اتفاق افتاد تموم شد کلا و به صلحی هم رسیدن، ارن هم مرد و دوباره چندین سال احتمالاً بعدش که دوباره همدیگر رو نابود کردن، اون جزیره کلا نابود شده بود کامل، انگار مثلا کسی هم انگار دیگه توش نبود چون همه جا انگار درخت و گیاه سبز شده بود. آره و دوباره یه نفری میاد، حالا نمیدونم پسر بود یا دختر، و دوباره اون قضیه احتمالاً پسر باشه. آره میاد و دوباره همه اون قضایای اتفاق میفته و روز از اون روزی از اون. اینش بد نبود از یه نظری که خب چون که همه کاری که کرده بود ارن پوچ بود که خود آرمین هم باز میگه دوباره و اون چرخه رو نشون داد دوباره که دوباره همون قضا اتفاق خواهد افتاد. و این وسط فقط من همین میگم یومی رو اصلا نفهمیدم چرا این کارو کرد. ارن نتونست منو بقبولونه چرا با رامبلینگ اتفاق میافتاد، مردم بیرون میمردن
و این چیزایی بود که ایسایاما هم نمیتونست خودش هم به نظر من به تصویر بکشه، برای همین جوابی هم نداشتش، حتی با وجود حالا اون یه سری چیزایی که تغییر کرده بازم همون بود تقریبا. و حالا تو اگه علی حرفی داری بزن که بعدش یه چیز نکته دیگه میخوام بگم که آره. من یه دلخوری دارم از یه سری چنل‌های هم فارسی و هم انگلیسی که اومدن تو این 2 سال گذشته خیلی از این قضیه سوء استفاده کردن که آره نمیدونم انیمه اونلی اندینگ داریم، ای او ای داریم، کلی ویو گرفتن، کلی درآمدزایی کردن، ولی در صورتی که خودشون میدونستن، منی که مانگا رو همون موقع که میومد خوندم میدونستم تو این 2 سال که احتمالش خیلی خیلی کمه که پایان انیمه فرا کنه، مخصوصا با این تریلرهایی که میومد، با این شیوه‌ای که از فصل نیمه دوم فصل 4 رفتیم جلو، واقعا مشخص بود که دقیقاً مو به مو همون پایان مانگا رو خواهیم داشت. ولی یه عده سوء استفاده اومدن اینجا کردن و امیدوارم که جوابش رو داشته باشن یه روزی که جواب این چالش من رو بدن که چرا همچین کاری انجام بدین، جدا از اینکه حالا بحث سودش بوده. یکی این یکی این که یه باگ دیگه پایان که من میتونم انتقاد دارم بهش اینه که شما در طول داستان ما سه فصل ما داشتیم میگفتیم آره این داستان جا داشت طوری پیش میرد که آره ارن به میکاسا داره میرسه تقریبا، یعنی مثبت بود شرایط و یه سری اون آدم بدان به انگار سزا اعمالشون نزدیکی که برسن و داشتن میرسیدن کم کم. یهو فصل 4 کلا اصلا برگشت، آدم بده اومد آدم خوبه شد. بعد شما مثلا بیام بچه‌های حالا همین کانی و جان و آرمین و میکاسا و لیوای اینا با کسایی رفتن تیم شدن که سالها بدون با خونسردی تمام دوستاشون رو کشته بودن. بعد چجوری شما میتونید یک سکانسی بیاری که داره لیوای مثلا ادای احترام میکنه به کشته شده ها، در صورتی که همون کسایی که اونها رو کشتن اونجا دارن اونور دارن پایان خودشون با خانواده‌شون میگیرن. این اصلا این باگ داره. الان کسی به اسم راینر نباید پایانش بگیره با اون همه جنایتی کرده. خود ایرن میگه من این همه جنایت کردم باید ببینم تاش. خب اوکی، ولی اونای آنی و راینر هم مثل 1000 نفر مینیمم آدم کشتن توی الدیا. همین آخر مثلا این سن آخر یه جوری جان و راینر مثلا اوکی شده بودن، مثلا بسبادی شده بودن دیگه، اصلا یه جوری اصلا آخر من خودم راینر رو خیلی دوست دارم شخصا. خب شخصا واقعا یه کاراکتر خیلی خوبیه، درسته کاراکترش، ولی الان این تیکش باگه. چرا مثلا با هم انقدر راحت اوکی شدم؟ مثلا فرض کن من میفهمم مثلا تو مثلا این 10 ساله آدم بدی بودی، مثلا همه کس و کارمو کشتی، ولی مثلا فاصله 4 سال من و تو دوباره مثلا بهترین دوستان میشیم. این خیلی باگ داره واقعا. من تازه برای این که مثلا میگم کسایی که برای نجات تو دوست رفتن مثلا دست به جنایتی داره، بعد برای اینکه دست به اون رفیقتو متولد کنی رفتی با یک دشمن داخل رفیق شدی و دوستای دیگه تو باز میکشی. این خیلی مشکل داره، از نظر من خیلی مشکل داره. این که کلا مثلا ایراد اصلی پایان اتک همینه، یعنی اصلا ربطی فقط به پایانش نداره، به اون بخش پایانیش که بعد از رامبلینگ اتفاق میفته. این همه آدم کشته شدن، این همه آدم فدا کردن جونشون رو، با بدبختی این همه لحظات احساسی دیدیم که آخرش یه چیزی بشه، ولی آخرش هیچی نشد. آخرش هیچی نشد، به شکست خوردن. یعنی اگه واقعا راهی نبود خب خیلی راحت تر میشد اتک و پایان دادش، خیلی راحت تر دیگه. اصلا آره اصلا هیچ چیزی نداشتش، هیچ هدفی نگاهیش به پایان هم آخه نمیرسه، یعنی اصلا یه ایراد داره، اصلا به پوچی هم نمیرسه، یعنی به هیچی نمیرسه، یعنی به یه چیزی اگه میرسید خیلی عجله. و حالا خیلی ایسایاما ببین ایسایاما اینا رو به نظر من اوکی کرده بود، ولی این تیکه رامبلینگ رو به نظرم آخر کاری اضافه کرده. آره من به نظر من اینجوریه. و حالا این بعدیای اتک رو گفتیم، حالا اگه نکته دیگه باز داری بگو. که به نظرم یه الهامی اومد بگیره از پایان گیم آف ترونز و کد گیاس به نظرم، و اون فول متال الکمیست خودت هم گفته بودی. آره اونم یه فاز اینجوری داره. آره. ولی در هر صورت حالا دمش کم که واقعا یکی از بهترین داستان‌های کل تاریخ نوشته واقعا نمیشه حالا نمیشه گفت مثلا چون این تیکه آخرش رو مثلا یه خورده
و واقعا جزو بهتریناست. امیدوارم یه مانگای دیگه رو شروع کنه، از اتک دیگه بکشه بیرون و یه چیز جدید. حتی خودش هم گفته بود یه کمدی، نمیدونم حالا دارک کمدی هم چیزی میخواد درست کنه، نمیدونم، ولی امیدوارم که دوباره کار بیشتری ازش ببینیم و بالاخره دمش گرم که واقعا یه چیزی ساخت که تا سالهای سال تو ذهن آدم میمونه. یعنی من فکر نکنم اتک از ذهن من حداقل حذف بشه. حالا درسته یه خورده این پارت شد و یه خورده اذیت شدیم، ولی خب ارزشو داشت. و یه شاوتات هم بدیم به ماپا. دمش گرم خدایی. فصل 4 رو با اینکه خیلی ایراد ازش گرفتم و واقعا هم حالا یه سری جاش ایراد داشت، ولی رفته آره بهتر شدش و دیگه تا این آخری که دیگه اصلا ترکون دیگه. یعنی و به نظر من، الان نظر شخصی من، ویت استودیو به نظرم نمیتونست همچین صحنه‌ای رو در بیاره. به نظر من استودیوش اصلا این قابلیت نداشت که بخواد این همه تایتان با هم بجنگن و نمیدونم از اون ور کلی اتفاقای اکشن زیادی بیفته و همه رو هندل کنن بدون ایراد. ویت استودیو اصلا تو فصل سر پایت بابای هیستوریو رایس بود نمی‌کنم. اصلا خیلی اختزا بود آرتش، اصلا دو بودی شده بود دیگه. اصلا خیلی یه چیزی اصلا نمیتونست واقعا باگن در باگی بود اون. خلاصه ماپا دمش گرم واقعا. نمیدونم چرا هیتی گرفت اوایل کار، ولی خب الان ترکونده و دیگه دمش گرم واقعا. ولی کاش پایانش به یه جایی میرسید، کاش یه اون همه فداکاری ها به یه نتیجه‌ای میرسید، نه اینکه پایانش هیچی باشه، پایانش شکست. آره ولی خب دیگه بالاخره اینجوریه دیگه. حالا ماپا دمش گرم، ایسرام دمش گرم. واقعا این 13 سال فکر می‌کنم 10 سال 13 سال خودش 10 سال انیمش. آره 10 سال انیمش و واقعا ترکون دیگه. نکات مثبت منفی هم گفتیم. رامبلینگ هم که گفتیم دیگه ایراد بزرگ اتک بود که نباید اتفاق میافتاد. و آها یه نکته می‌خواستم بگم، اون دوستانی که هی ویدیو میذاشتن که مثلا پایان اتک قراره تغییر کنه فلان اینا، آخه یه خورده اگه با خودشون فکر کنن، یعنی اصلا کاری اصلا خودشون هم ول کنن، آخه میخوان ویدیویی مثلا درست کنن که مخاطب جذب کنه. خود مخاطبا رو بگین شما یه خورده با خودتون فکر کنین. رامبلینگ اتفاق افتاده، مردم دنیا هم همه دارن میمیرن، چه پایان دیگه ای باید اتفاق بیفته؟ هیچ پایان دیگه ای نداریم. ارن زنده بمونه که اصلا منطقی نیست شده. یعنی اگه فقط مشکلتون با زنده موندن ارنه که پایان تغییر کنه، نمیشه، ارن باید بمیره. حرف نهایی اگه داری علی جان بزن، اگه نه که جمعش کنیم که حرف نهایی من واقعا یعنی این قسمت آخر نمره واقعا 10 بهش میدم، چون واقعا با فیلمنامه‌ای که بود بهترین چیز ممکنه واقعا ساختن، نمیشه واقعا هیچ ایرادی گرفت. فوق‌العاده بود، موزیک عالی، از موزیک‌های نوستالژی خود اتک استودیو خیلی خوشم اومد. و اینکه خیلی از این نکته دیگه هم خوشم اومد که آرتش خیلی غریب بود، واقعا یکی از بهترین آرت‌ها بود. دست مریض به وایس اکتراش که چقدر خوب وایس اکتینگ این قسمت رو اجرا کردن، خیلی واقعا خسته نباشید میگم از همینجا بهشون. و ماپا 10 از 10، ایسایاما طول داستانش 10 از 10 ولی پایانش 0 از 10 یا حتی 1 از 10 با ارفاق. و واقعا دبلیو به خودمون که جمشید واقعا انیمه رو تونستیم ببینیم، واقعا دبلیو به کامیکچی انیمه که یکی از بهترین انیمه‌های تاریخ واقعا تموم کردیم دیشب دیگه. آره دیگه بالاخره تموم شد، یعنی استرسی که کشیدیم بالاخره به پایان رسید. و واقعا میگم دیگه اپیزود که خودش 10 از 10 بود. ایسایما که واقعا دمش گرم و کارگردانه به نظر من که ماپا گذاشته بود برای اتک. من امیدوارم بره یه خورده بخوابه دیگه. من خدا چشاش اندازه میکروفون من شده زیر چشاش. آره و مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. چنل رو ساب کنید که ویدیوهای بیشتری قرار بذاریم، خفن و نقد و بررسی بیشتری قشنگ عمیق بررسی کنیم. حالا تایممون یه خورده کمه ولی سعی می‌کنیم دیگه اون نکات اصلی رو بگیم و تا جایی که بشه موشکافی کنیم برای شما. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودیم. لایک ویدیو، شیر، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه
تا دیدار دیگه بدید. خدا نگهدار.